خدمت بینندگان شنوندگان محترم، قسمت دوم از بازی ماکروما خوش آمدین. این بازی از مایکت، کروم، فروشگاه پلی و گوگل میتونین نصب کنین. این قسمت میخوایم چند تا از مراحل بازی رو انجام بدیم. بازی خیلی آسونیه، کم حجم، ساده، لذت بخش. خیلی ساده است. یه مرحله خیلی آسون از بازی. خب اینجا مراحل سخت‌تر بازی است. میریم اینو انجام بدیم. کنترل ها خیلی آسونن. بازی خیلی راحتیه، چیز سختی نیست. ربات‌های خیلی بامزه‌ای هستن. بعد این مرحله عجیبه، یک دستگاهه که توپ‌ها رو جابجا میکنه در خودش. اولش انگار سخت و پیچیده، اما کافیه فقط یکم فکر کنین و دقت کنین. بعد کجا خب رباتمون اینجایه. خیلی واقعا راحت بود، فقط میخواست گیجتون کنه. یه بازی دیگه. شما این توپ که اینجایه میتونین با این اهرام این زمین رو کنترل کنین، تکون بدین تا اون توپ رو برسونین به اون ستاره‌ای که اونجا میبینین. باید مواظب باشین که توپ نیفته توی جای خالی، وگرنه باز بعد از نو میزنه. خب متاسفانه توپ افتاد. میریم یه بازی دیگه. شما میتونین بازی بسازین تو این بازی. اینا بازیایی که خودم ساختم، یکیشون رو نشونه. شما خیلی راحت میتونین تو این بازی برای خودتون بازی بسازین. خب میرم بازی ما انجام بدیم. خب بازی که من ساختم اینطوریه. چند تا موجودم درست کردم توی بازی. الان رباتمون تو آبه.
ربات در واقع ضد آبه، توی آب کاری نمیشه. خب الان یک ستاره رو گرفتیم. نه این خیلی راحت همه چی رو میتونیم کنترل کنیم، بیشتر چیزا رو. موسیقی آرام بخش و لذت بخش. خب یه بازی دیگه ما انجام میدم.